تا حالا به این فکر کردی که کدوم شرکت های دنیا انقدر بزرگ و پولسازن که میتونن فقط توی چند ثانیه 1 میلیون دلار بفروشن؟ امروز میخوام 15 تا از این شرکت های معروف دنیا رو به شما معرفی کنم که فروششون باور نکردنیه. پس اگه دوست داری بدونی کدوم شرکت های دنیا پول رو مثل آب خوردن در میارن، تا انتهای این ویدیو با من باش. شماره 15، متا، غول فناوری آمریکا، با فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ کلی کاربر داره و کلی تبلیغ. فقط به 217 ثانیه نیاز داره تا 1 میلیون دلار بفروشه. شماره 14، مایکروسافت، از ویندوز گرفته تا آفیس، پای ثابت دنیای تکنولوژیه. فقط به 135 ثانیه نیاز داره تا 1 میلیون دلار بفروشه. شماره 13، سامسونگ، کره‌ای محبوب، با گوشی، تلویزیون و کلی قطعات الکترونیکی مهم دیگه. فقط به 132 ثانیه نیاز داره تا 1 میلیون دلار بفروشه. شماره 12، کوستکو، یه فروشگاه عمده فروشی بزرگه که کلی طرفدار داره، مخصوصا توی آمریکا. فقط به 130 ثانیه نیاز داره تا 1 میلیون دلار فروش داشته باشه. شماره 11، آلفابت، یا همون شرکت مادر گوگل. تقریبا همه توی اینترنت از گوگل استفاده میکنن و حتی یوتیوب و سیستم عامل اندروید، از جستجو گرفته تا تبلیغات. فقط به 112 ثانیه این شرکت نیاز داره تا 1 میلیون دلار فروش داشته باشه. شماره 10، تویوتا، غول خودروسازی ژاپن. خیلی ها ماشین اولشون تویوتا، فقط به 101 ثانیه نیاز داره تا 1 میلیون دلار فروش داشته باشه. شماره 9، شل، غول انرژی انگلیسی هلندی، با نفت، گاز و سوخت در حال پول پارو کردنه. فقط به 98 ثانیه نیاز داره این شرکت تا 1 میلیون دلار فروش داشته باشه. شماره 8، اکسان موبایل، یک شرکت چند ملیتی و دومین شرکت بزرگ جهان. کارش فقط استخراج نفته. فقط به 93 ثانیه نیاز داره تا بتونه 1 میلیون دلار فروش داشته باشه. شماره 7، فولکس واگن، برند محبوب ماشین‌های آلمانی، مالک برندهایی مثل آودی، پورشه، بنتلی، لامبورگینی و دوکاتی. فقط به 90 ثانیه این شرکت نیاز داره تا بتونه 1 میلیون دلار فروش داشته باشه. شماره 6، CVS Health، یکی از غول‌های دارویی آمریکا. دارو، کلینیک و بیمه کار اوناست. فقط به 88 ثانیه نیاز داره تا بتونه 1 میلیون دلار فروش داشته باشه. شماره 5، برکشایر هاتوی، شرکت وارن بافت معروف، از بیمه گرفته تا راه آهن و شکلات سازی. فقط به 86 ثانیه وارن بافت نیاز داره تا 1 میلیون دلار فروش داشته باشه. شماره 4، یونایتد هلت، بزرگترین شرکت خدمات درمانی آمریکاست، از بیمه گرفته تا خدمات پزشکی. فقط به 85 ثانیه این شرکت نیاز داره تا 1 میلیون دلار فروش داشته باشه. قبل از اینکه برم ستای آخر رو به شما معرفی کنم، اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما دکمه لایک رو بزنید و کانال منم سابسکرایب کنید. کلی به من کمک میکنه. شماره 3، اپل، فکر کن فقط با فروش آیفون، مک و ایرپاد هر 1 دقیقه و نیم 1 میلیون دلار به حسابشون واریز میشه. شماره 2، آمازون، غول تجارت آنلاین، فقط توی جمعه سیاه بیشتر از 10 میلیارد دلار فروش داشته. فقط به 55 ثانیه نیاز داره تا 1 میلیون دلار فروش داشته باشه. و شماره 1، والمارت، بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای دنیا. روزانه میلیون ها نفر ازش خرید میکنن. فقط به 49 ثانیه نیاز داره تا 1 میلیون دلار بفروشه. نظرت راجع به این لیست چیه؟ فکر میکنی یه روزی شرکت ایرانی بتونه وارد این لیست بشه؟ نظرتو حتما برای من بنویس. اگر از ویدیو خوشت اومد ویدیو رو لایک کن و کانال منم سابسکرایب کن. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.